هر وقت دلتون از عالم گرفت فکر کردین که خدا کجاست که به ما کمک بکنه؟ ما رو رها کردن و هیچ کس مثل این که مراقب ما نیست. حرف ما رو نمیشنون، دعای ما رو نمیشنون. این سوره رو بخونید که والضحی، که خداوند قسم خورده که هیچ هم چیزی نیست. من تو رو رها نکردم. اللیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی. پروردگار تو رو رها نکرد.